السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که 3 کس در کودکی در گهواره سخن گفتگی هستند. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ بله، حقیقت دارد. یکی از اینا حضرت عیسی ابن مریم است. حضرت عیسی پیغمبر خدا در گهواره در خردی صحبت کرده بود. دوم حضرت جریج میگویند، حدیث متفق علیه است، میگوید آنقدر بچه به عبادت بود، آنقدر در عبادت پروردگار قایم بود که برای خود میگوید یک موضع مخصوص برای عبادت جدا کرده بود که از خلق جدا بود. در همون موضع عبادت میکرد، خدا را پرستش میکرد. به ناگاه میگوید روز مادرش فریاد زد، یا جریج. حضرت جریج صدای مادرش شنید در عبادت، لیکن چی میگفت؟ خدایا نمازم یا مادرم؟ نماز دوام دهم یا جواب مادر مگردانم؟ و همچون نماز دوام داد، جواب مادرش نگفت. دوم بار میگوید باز مادر روز دیگر فریاد زد، باز جریج در عبادت که بود گفت نمازم یا مادرم؟ باز نمازش ادامه داد. سیوم روزم این چنین تکرار کرد. بعدا مادرش میگوید خیلی خشمناک شدن و گفتن جان تو را خدا نگیرد تا زمانی که اگر با یک زن زیناکار روبرو نشوی. مادرش دعای بد کردن. البته دعا 3 دعای هست که در پیش پروردگار لا شک فیهن نمیگوید، هیچ شکی نیست که این 3 دعا قبول می شود. یکی از آنها دعوت الوالد است، دعای پدر و مادر در حق فرزند قبول می شود. بسیاری جوانای هستند امروز در مسجد ما نماز میخوانند که پدر و مادرها از او ناراضی هستند. بسیاری برادرای در اینجا نماز میخوانند که پدر و مادرشون از اونا ناراضی از دنیا گذشته است. بسیاری نمازخوانای هستند که فکر میکنن به همین نماز جمعه تمام ما جنت از خود کردیم، دیگر احترام پدر و مادر شرط نیست. حالان که برادرای عزیز و گرامی، همه شما را من تاکید میکنم، تا زمانی که اگر پدر و مادر از تو راضی نباشد خدا از تو راضی نیست. حتی حبیب خدا گفت که هم جنتکی و نارکی، اونا جنت و اونا دوزخ تو هستند. بعدا میگوید یک زمان سپری شد که در همون دوره های جریج یک زن بینهایت میگوید زیبا بود، به حد حسن و جمالی به اندازه داشت و در حال دعای مادر که در نزد خدا قبول شده بود مصلحت کردند که من با همین جریج زنا میکنم تا که او را شرمنده کنیم. گفتن میلش. وقتی که این زن نزد جریج آمد و جریج که در عبادت بود، هرچی خودش را زینا، هرچی خودش را زینت میداد، هر گونه رفتارهایی که میکرد گویا که جریج از طفیل انسان نباشد. برای او هیچ اینا زینتی نداشتند، برای که در وجود او ایمان بود، خدا ترسی بود. امروز زنها و پیش شما نه بلکه شما برای زنها حرکت دارید. ولی من کجا گویم که وقتی که زنها و پیش شما بیایم باور کن شاید از 10 نفر شما 9 نفر شما به سوی زنا روین. این خدا دانا هست. وقتی که وای حسن و جمال داشته باشد، وقتی وای پول داشته باشد و پیش بعضی از شخصیت ها آمده و خودش یک گویم آرا و تارا دهد، خدا دانا هست. باور کنین ما و شما در همین گناه می لغزیم. امروز خیلی زنا هم رواج یافته است. این سوال آمده است که من رفیقای دارم که در همین مسجد می نشینند لیکن نمازاشون هم می خوانند بازم این زنا میکنند. این چه عبادت است؟
دید که از جریج هیچ فایده ای نیست. در حال با یک چوپان میگوید این زن زنا کرد، حامله دار شد و فرزند زایید. وقتی گفتن این از کیست؟ گفت از جریج است. در حال آمدن همون عبادتگاه جریج چپه کردند، جریج خودش را لط و کوب کنان به میدان آوردند. وقتی گفتند چه حالت است، چه مسئله شده است؟ گفت این فرزندی که از این زن به دنیا آمده است از حساب زینای تو به دنیا آمده است. میگوید این جریج آدم خدا ترس، آدم همیشه در عبادت که بود، میگوید در شکم همین طفل خردک یک شپاتی زد و گفت ای کودک، ای طفل، بگو که پدر تو کیست؟ حبیب خدا حکایه دارد. میگوید این زبان به زبان آمد این طفل و گفت ای جریج، تو از این زنا خالی هستی، انا همان چوپان به مادر من زنا کردگی است. این دویم طفل هست که کودکی که در آوان خردی زبان کشاده و اثبات کرد که جریج از زنا خالی هست. سوم کودکی که در حدیث میگوید سخن گفتگی هستند، باره میگوید یک مادر کودکی خود شیر میداد، بناگاه به پیش مادر میگوید یک بالای اسب یک مرد خیلی با سکه و با صورت بسیار سر و لباس تازه داشتگی گذشت. این مادر که این اسب زیبا را بالای او این مرد دارا را که دید، شاید که آدم دنیا دوستدار بوده است، مثل بعضی از اکثریت بندگان خدا که امروز تمام هستی ما در دنیا بخشیدگی هستیم. در حال دعا کرد این مادر که خدایا، گفت همین طفله که مرا گفت مثل انا همین مرد بگردان. این طفل میگوید وقتی شیر میخورد در حال میگوید پیستان مادر را خلاص کرد و گفت خدایا مرا از جمله همین مرد نگردان. و در حال میگوید باز شیر شب دوام دادن گرفت. این زمان میگوید وقتی این مادر حرکت کرد و رفت نگاه کرد که یک غلام بیچاره را میزدن و میگفتن که تو دزدی کردی، زنا کردی، تهمتش میکردن. این مادر میگوید وقتی که حال این غلام دید گفت خدایا، گفت این بچه مرا مثل همین نگردان. گفت این کودک میگوید دویم باره باز زبان کشاد و گفت خدایا مرا از جمله انا همان گردان. این سیوم کودکی که بود زبان کشاد و سخن راند. محدثان میگویند چرا که این کودک گفت از جمله وای مرا نگردان و از جمله این بیچاره که در عذاب بود از جمله این گردان؟ میگویند مراد این بود که آن مرد که بالای اسب سوار بود، سر و فرمه خوب داشت، وای بسیار ظالم بود. این کودک وای شناخت، گفت خدایا وقتی دعا کرد مادرش نفهمید که وای ظالم است. کودک که فهمید گفت خدایا مرا از جمله ظالم نگردان. لیکن اون بیچاره غلامی که با تهمت وای از زناکار و دزد گفته بودند، کودک فهمید که وای دروغ است، تهمت است، گفت خدایا مرا از جمله وای بگردان. این سیوم کودکی بود که در حالت کودکی سخن گفتگی بودند.